سلام به دوستداران تاریخ. امروز قراره درباره یکی از بزرگترین پادشاهان ایران صحبت کنیم، کوروش بزرگ. کوروش نه تنها یکی از بنیانگذاران ایران بود، بلکه به عنوان پادشاهی عادل و هوشمند شناخته می شود. اما سوال اصلی اینجاست، چرا هیچ پادشاه دیگری نتوانست مانند او باشد؟ چرا هنوز هم بعد از هزاران سال نام کوروش زنده است؟ تو این ویدیو سعی می‌کنیم به این پرسش پاسخ دهیم. قطعا چیزی که کوروش را از بقیه پادشاهان متمایز میکنه هوش سیاسیشه. اون به خوبی میدونست چطور متحدین خودش رو حفظ کنه و دشمنانش رو شکست بده، برخلاف خیلی از پادشاهان که فقط به جنگ و کشورگشایی فکر میکردن. کوروش سیاستمداری بود که میفهمید چطور مردم رو همراه خودش کنه. یکی از بزرگترین ویژگی‌های کوروش توانایی مدیریت بحران‌ها بود. وقتی سرزمین‌های مختلف رو فتح می‌کرد، نه تنها مردم رو سرکوب نمی‌کرد، بلکه به اونها احترام می‌ذاشت. برای مثال استوانه کوروش نشون میده که اون حتی به اسیران جنگی و مردم مغلوب هم حقوقی خاص میداد. حالا مقایسه کنید با خشایارشا که سیاست‌های سختگیرانه‌اش باعث شورش‌های متعدد شد، یا نادرشاه که هرچند فرماندهی بزرگ بود اما سیاست‌های داخلیش چندان موفق نبود. کوروش بسیار باهوش بود. اون وقتی وارد بابل شد، برخلاف تصور مردم اونجا رو سرکوب نکرد، بلکه اعلام کرد که خدایانشون رو به رسمیت میشناسه و حتی به معابدشون کمک کرد. این حرکت باعث شد که نه تنها مردم بابل علیه اون شورش نکنن، بلکه ازش حمایت هم کنن. حالا میخوایم کوروش رو با دیگر پادشاهان مقایسه کنیم. کمبوجیه و خشایارشا هر کدوم پادشاهان بزرگی بودن، اما هیچ کدوم نتونستن مثل کوروش مردم رو همراه خودشون کنن. در دوران ساسانیان انوشیروان یکی از قدرتمندترین شاهان ایران بود، اما سیاست‌های اقتصادی و مذهبی او باعث نارضایتی‌های زیادی شد. در دوره صفوی شاه عباس بزرگ تونست ایران رو متحد کنه، اما شیوه حکومتش به اندازه کوروش فراگیر و عادلانه نبود. یکی از نکات جالب توجه کوروش اینه که برخلاف بسیاری از فاتحان، پادشاهان سرزمین‌هایی رو که فتح می‌کرد نمی‌کشت، بلکه بعضی از اونها رو به کار می‌گرفت و اجازه میداد که همچنان به عنوان فرماندار یا مقام محلی فعالیت کنند. این کار به او کمک می‌کرد که وفاداری نخبگان محلی رو به دست بیاره و از شورش‌های احتمالی جلوگیری کنه. اما چیزی که کوروش رو با بقیه پادشاه متمایز میکنه تأثیر عمیقیه که تا امروز هم در ایران باقی مونده. اون نه تنها الگویی برای پادشاهان بعدی بود، بلکه حتی در جهان مدرن هم از او به عنوان الگوی حکمران یاد میشه. هیچ پادشاهی در تاریخ ایران نتونسته به اندازه کوروش الهام بخش باشه. در این ویدیو دیدیم که کوروش چه ویژگی‌هایی داشت و چرا بعد از او هیچ پادشاهی نتونست به اندازه او موفق باشه. حالا نوبت شماست. به نظر شما مهمترین دلیل موفقیت کوروش چی بود؟ نظراتتون رو توی کامنت ها بنویسید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.